بریم نوده که خب من رفتم اونجا شروع کردم، دیدم برای این چیزا اسرائیلیا که رفته بودن، ما که اونا رو ندیدیم یه سری کارهایی کردن. خب کار بدی هم نیست. انواع آتریپلکس رو کاشته بودن که خب جوابم داده بود بیشترش، به خصوص اون کنسنسش خیلی موفق. میدونید که کلا آتریپلکس یک گیاه خشکی پسند و شور پسنده، یعنی مقاومه در اراضی شور و در اراضی خشک. این نمک زمین رو میگیره، بعد میاره تو برگاش که شما اگه بخورید گاز بزنید شورش رو احساس میکنید. انواع آتریپلکس، بعضیاش بیشتر شوره، بعضیاش کمتر شوره. حالا ادامه کار اینو من ادامه دادم، کار اونا رو اومدم با روش‌های مختلف کار کردیم روش. اونجا یه چند تا آبراهه بود که در پاییز و به اصطلاح زمستان یا بهار که سیلاب بارندگی شدید میشد، این می اومد به صورت یک به اصطلاح آبراهه، هرچی ما کاشته بودیم برام داشت میبرد. چون ما علاوه بر آتریپلکس رو گونه‌های دیگه هم مثلا بروموس، انواع آگروپیرون و گیاهان به اصطلاح خشک پسند دیم کار کرده بودیم. این خود من اونجا با بزرفشان میکاشتم، اونجا رو میکاشتیم و نتیجه خوبی هم داشت. عکساش الان نمیدونم کجاست، عکس گرفتم تا کمر من اومده بالا. وقتی اونجا رسیدی اگه ندونی این نوده که قزوینه، فکر میکنی مثلا این پلوره قرق شده اینقدر اومده بالا علف. خلاصه این مسئله باعث شده بود که آهو از اون کوههای اطراف بیان تو این زمین و علفهای ما رو بخورن. ما مشکل پیدا کردیم، هرچی ما میکاشتیم چون روی اینا آزمایش میکردیم، فنولوژیش رو اندازه میگرفتیم، رشدش اندازه میگرفتیم، میزان تولیدش رو در هکتار رو اندازه گیری میکردیم. ما محقق بودیم، این نمیذاشتن آهو ما این کار رو بکنیم. بالاخره ما رفتیم به رئیس که آقای مهدی زاده بود، رئیس مؤسسه، گفتیم بابا چه مشکلی داریم، ما چیکار کنیم؟ گفت منم نمیدونم باید چیکار کنم، خودت چی میدونی؟ گفتم تنها راهی که داره ما اینجا حصار کنیم. 1800 هکتار کلی خرج داشت، باید پای آهنی میگرفتیم، سینه خاردار میگرفتیم، روش کار. خلاص بالاخره پولشو تهیه کردن، ما اونجا رو حصار کردیم. حالا حصار کردیم، مگه آهو دست می‌داشتن میپریدن بودن. ما میشستم پشت لندویر، اینا رو دنبال میکردم، از منطقه بیرونشون میکردم برن تو کوه، باز فردا برمیگشتن میامدن. آخه اطراف اونجا خشک نوده که قزوین کویره، اونجا علف نداره. اینا چلو کباب بود براشون دیگه، ما کاشته بودیم آماده پر علف و فراوان کیف میکردن. خلاص ما با اینا داستان داشتیم. از طرفی هم اونجا محیط زیست اینا رو حمایت میکرد، این آهو رو میگفت که اینا رو در حوزه اونا بود دیگه، در حوزه ما نبود. حتی ما که اینا رو بیرونشون میکردیم، با لندور دنبالشون میکردم، اینا ایراد میگرفتن، گفتن اینا اذیت میشن، بده نکنید این کار رو، بذارید بخورن. گفتم ما داریم آزمایش میکنیم.